سلام رفقا، امروز اومدم راجع به یه چند تا چیز صحبت کنم. خب خودتون میدونید چند وقت کانال زدم، واقعا ویوهای خوبی گرفتم تو این چند مدت. بعضیا خب حمایت کردن مثل ایشون و ایشون، بعضی حالا یه نفرم مثل ایشون هر چقدر در حد توانش بود ما رو حمایت کرد، ما هم لطف کردیم که نمیشه، وظیفمون بود در جواب این حمایت خوب اتچمنت خواست بدیم. فقط خواستم راجع به چند نفر صحبت کنم که اونای میان هیت میدن. واقعا خب شاید بگی مثلا یارو میگه نوبی، خب چه با گفتن اون که چیز نمیشه، ولی همین یه کامنت خدا میدونه چقدر باعث میشه که آدم ناراحت بشه، بگه ول کن بابا این کانال چیه. خب من هم میتونم به بعضیا بیام هرچی تونستم فوش بدم به یارو، هرچی دهنم خود نمیشه. انسانه کجا رفته؟ من نمیتونم بیام بگم وقتی مردم لایک نکنی یه دفعه ویدیوم 500 تا لایک بگیره. خب یه گیم پلی میذارم از آلکاتراز، چند مدت هست. حالا چند چالش خیلی خفنم قراره بریم. سمی تو کل یوتیوب نمیتونید مثلشو پیدا کنید. خب برای این کارم خب حمایت لازمه. لطفاً حالا در حد توانتون یه لایک، فقط یه لایک هم نکنید. اگر لایک نمیخوام، وقتی کامنت میذاری یعنی یه نفر میبینه. مثلا بعضی ویدیو هم 16 تا مثلا دیدی لایک گرفت، ولی خب 16 لایک رو میخوام چیکار؟ همین که شما میاین یه کامنت میذاری مثلا میگه عشقی، همین یه کامنت باعث شده خب امروز 2 تا ویدیو بذارم. پس اگه تونستید در حد توانتون یه کامنت بذار.